سلام، خیلی خوش اومدین به اولین مینی ولاگ من. امروز پنجشنبه است، نمیدونم چند مرداده اما آخر ویدیو میذارم تاریخشو. و امروز اومدیم که با هم یه دسر درست کنیم. البته نمیدونم چه دسریه چون که ChatGPT گفته و من هیچ اطلاع ندارم که خوشمزه میشه یا نه. همونطور ChatGPT گفتم که یه دستور دسر خیلی خوشمزه بده، میخوام درست کنم برای ویدیو یوتیوبم و حوصله‌ام سر رفته، خیلی حوصله‌ام سر رفته. یه بیوگرافی هم میخوام توی این ویدیو بدم. الان یه چیزی متوجه شدم، این که من دستور از رو کجا ببینم، چون الان گوشیم داره ثبت میکنه ویدیو رو و من بعد دستور تو گوشیم ببینم. زندگی خیلی خوبه مگه نه؟ دارم هرس خورم، خیلی اعصابم خورده از لحاظ همه چی و داغونم، پس میدونم چی لازم داریم. واقعا نمیدونم چی لازم داریم. من اصلا داریم خونه نداریم. ببینیم اول ChatGPT چی گفته. خب فهمیدم که الان باید چی درست کنیم. چیزایی که لازم داریم این بشکن دسر لیوانی، خامه نیاز داریم، پنیر خامه یه پگاه نیاز داریم، وانیل و منم برای آیس لته شیر آوردم. این یکی از واجبات زندگی منه و همین. حالا میارم با بیسکویت و میوه دلخواه. خب یه بیوگرافی هم بدم. من صبا هم از این چنلم مشخصه، 16 سالمه، میرم کلاس 11 تجربی و دیگه چی. اولین ویدیویی که من درست کردم برای یوتیوب ولاگ مشهد بود و خیلی هم بد ارتباط زدم، میدونم چون اولین بارم بود من کار یوتیوب انجام میدم و اینا. یه ذره استرس داشتم، خاطرم یه مقدار بد شد چون خیلی نظر گذاشته بودن که آهنگش مناسب نیست و اینا. من نمیدونم از کجا باید آهنگ رو پیدا کنم، خاطرم آهنگ اینا محدود بود. به خاطر همین سعی می‌کنم این ولاگ خیلی قشنگی بزنم اگه بشه. البته خب برای دسر لیوانی ما اینا میشه اینجا پیداست. خانه اینا الان بریم که درست کنیم و یه حرفایی هم بزنیم در مورد خودم و اینا. ما خواستم یه ویدیو یه ویدیو مختص به بیوگرافی خودم بذارم، اما گفتم که اینطور راحتم، خیلی بهتر همینطور بیوگرافی بدم. من همونطور که من صدا آهنگ مشخصی نه، من عاشق آهنگ ترکی ام. یعنی برای ترکیه جونمو میدم. سریال ترکی، آهنگ ترکی، کشور ترکیه، لهجه ترکی، زبان ترکی، من همه‌شو دوست دارم و همه‌شو بلدم. چون من همین الان متوجه شدم که بیسکویت پتیپور نداریم و ما متاسفانه فقط ساق طلایی داریم و اورئو که 2 تاشه به دردم نمیخوره. کلوچه هم که من متنفرم، چون قرار دسر تاش بخوریم پس قطعا کلوچه استفاده نمیکنیم و بهترین گزینه ساق طلاییه. بریم که درستش کنیم.
خوشمزه بشه ساره. البته میکشو بزن برای هزینه روش. ساره کلایی هم اینجا داریم، گفش بیسکویت بر بذاریم. نگاه نگاهش بذاریم این تم قشنگ اندازه خودشه. ایول فکر نمی‌کردم اندازه خودش بشه. موایدی میانی می‌ریزیم. پخشش میکنیم. من دوست دارم براش پودر کاکائو هم بریزم، پس من پودر کاکائو بیارم. داریم اینجا. خب من اینو میام پودرش میکنم. دسر رو تزیین کردم گذاشتم توی فریزر چون توی یخچال طول میکشید درست بشه. این زود میخوام تست کنم و الان خب پشت صحنه بهتونش بودم که کی قرار اینا رو جمع کنه واقعا. بله پودر کاکائو یه همینطور که حرف میزنیم جمع بکنیم. میوه‌های خوشمزه وای فایده ندارم و اینا رو جمع کنم و بیام. چرا فعالیت نکردم این بود که نه شرایطشو داشتم نه ایده‌ای داشتم، هم ترس این بود که نمیدونم بازدید میخوره، لایک میخوره، نظر اصلا میپسندن نمیپسندن
خاطر همین یه سفر که رفتم این ویدیو مختلف گرفتم و بخاطر همین اولین ولاگم رو گذاشتم داخل یوتیوب و ولاگ مشهدم بود و خیلی استرس داشتم. خدا رو شکر بازدید نسبت به این که مثلا فکری من داشتم خیلی بالاتر بود، خیلی خوب. یعنی خب من داخل تلگرام چنل دارم، آیدیشو اگه شد میذارم پایین ویدیو و تیک تاک هم فعالیت دارم خیلی بیشتر از یوتیوب. تو تیک تاک فعالیت کردم، خدا شد ویو خیلی خوب بود. یعنی تو تیک تاک خیلی میشه ویو جذب کرد، کامنت و خیلی چیزا اینا. به خاطر همین ترسم ریخت و داخل یوتیوب هم دارم خود فعالیت کنم و دارم ایده های جدیدی جمع میکنم تا ویدیو بیشتر بگیرم. دوربینم دیگه به خاطر حافظه‌اش پر شد کار نکردم، مجبور شدم با اسنپ چت بگیرم. به خاطر همین دوباره تست میکنم. 3 بار ویدیو گرفتم و هر 3 تاش ذخیره نشد. دوباره تست میکنم. البته که خیلی خوشمزه بود، حتما با عسل درستش کنید. دوم این که میوه‌ام اگه توت فرنگی داشته باشه خیلی خوشمزه میشه. الان با موز انجیر واقعا خوشمزه شد. واقعا خوشمزه است. فقط عسلشو کمتر بدیم، من عسلشو خیلی زیاد دادم. این ترکیب خیلی مزه‌ایه، خیلی خوشم اومد. واقعا درستش کنید و لذت ببرید. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردیم. برای اینکه ویدیوی بعدی درست کنم ایده لطفا ببینید، چون من هیچ ایده‌ای ندارم. مرسی تا آخر ویدیو تماشا کردین. خداحافظ.